مضمون مختصری حیاتی ما. من شما رو انتظار میشم. این جناب کی باشه؟ گفت که دوستی اویلوی امان است. با اینجا اومدنت بغیر از غربت چیزی نآورد. قادر پسرم، قادر پسرم. چی میگویی؟ میدانم امروز برای تو مهم است، اما پسرم. جناب کمال، یک چیز رو باید در خاطرت گیری که من تو رو همچون پدر قبول ندارم. گوش کن، ما یک عائله تو هستیم که تو این را در ادنه از همه پنهان کرده ای. ما این را خوب میدونیم و کی بودن ما را نیز خوب میدونیم، تو خاطر نشو. اما تو هم این را دون که تو پدری من نیستی، با من مثل پدر رفتار نکن. بس کن پسرم، بس کن. همه با ما نگاه میکنن، این طور رفتار نکن. تو پسری منی و من پدری تو هستم. خواهی قبول کن، خواهی نه. خدایا. ببین جناب کمال، اینجا چی نوشته شده است؟ ها؟ ایپک چی نوشته شده است؟ گفزن آخر کمال، ایپک چی نوشته شده است؟ این خیل نیست، ها؟ که یالار، همین خیل نه؟ پسرم، تو اون شناسنامه رو نرگون بمان که بگوید. گفزن زادروزی دخترت چیچک رو باری فراموش کردی؟ ها؟ یا پسرت مرد رو در مراسم ختمی دانشگاهی مرد دیر آمدی؟ اینترنت پر از صورتهای شماست، ولی وقتی سخن درباره ما رود، نه تیاره دیر آمد، هوا تمام بود. به این زن خوب نگاه کن کمال. من میدونم که این زن 5 مرتبه کوچید. برای چی میدونی؟ همسایه ها که از گذشتهش خبردار شدند کوچید، آوازه ها کردند کوچید، تهمت کردند کوچید، ولی باری از شنیدنی آوازه ها بیزار شده بس نگفت. این زن برای تمامی زنهای عالم نمونه است. اما تو فراموش نکن که از این زن یک حیات قرضدار هستی. قدیر بس است، بس اکنون. گوش کن، میخوایی پدرم رو جزا دهی ولی مادرم رو میرنجونی، مگر نمیفهمی؟ اگر نمیفهمیدم خودم رو به دست میگرفتم خواهرم. اگر مادرم نمیبود به جناب کمال نشان میدادم. تمام. اینقدر سال خاموش بودم، مانه دقیقاً یک بار به این آدم درد دلم رو خالی کنم. آرام شو. سوزن جان، دیروز بسیار شام زیبا بود. به شما هوس میکنم. در این زمانه این خیلی جفت ها قریب که نماندند. شما به هم مناسبید. از شما یگان فرق نداریم. شما هم 25 سال باز زندگی دارید. اما مثل شما نه. اگر کودک نمی داشتیم که ها جدا می شدیم. عائله ما قلبکی است. عشق نیست، شهوت نیست. پس در گبزن می شنوم. سوزن جان، 5 سال است که اتاق خوابمان جدا است. شما این خیلی نیستید. اگر با یک دیگر نگاه کنید چشمانتان می درخشد. هیچ سیری شما را نفهمیدم. عشق مثل روز یکم با کمال عاشق هستم. حالت دانشجویی هم عوض نشده است. وقتی که به نزدم بیاید دل من تیزتر می تپد. بهترش سیر رو از کمال پرسیم. شاید مرا جادو کرده باشد. آخر این رو بین، عشق ما به آخر است. شرم نمی کنی؟ کمی پیشتر به تو گفتم که 5 سال باز اتاق خوابمون جدا است. تو باشی حالا هم درباره عشق گپ میزنی. دلم تنگ شد. رفتیم دیگر لباس ها رو ببینیم. رفتیم. این کباب نیست، این دارو از شفا میبخشد. سلام باشد. من حاضر میایم، با دقت باش. خوب، مایلش. با دقت باش تا که نسوزد. دوستم، تو را تبریک میکنم. تشکر دوستم.
خیر می بعد دادر لیسه ختم کردت رو نمیشناسی ها؟ سفسطه نگو دوستم که باز به سرت نزنم. تو چه حال داری حسرت؟ لباست بسیار زیبنده است. تشکری با تو هم کلاه زیبیده است. بسیار زیبا شده ای. زیبا شدم ها؟ در تاریخ تمامی آدمان مشهور کلاه پوش بودند. کلاه این مدنیت است. متاسفانه شما را خنداندن نتوانستم ها؟ قادر این چیست؟ مکافات ختم کردن. به ماشین نگاه کن. با خدا قسم که تو آدمی سخی هستی. جای کارت هم تیار. با مدیر فابریکه صحبت کردم. هر وقتی که خواستی به کار شروع میکنی. ای جناب کمال تشکری زیاد. برای چی بر وقتتر نگفتی که چنین ماشینی گران گرفته ای؟ باز با جای کار هم تامین کرده ای. چخیل نقص. اگر من میفهمیدم که به من اینقدر ماشین زیبا گرفته ای بیهودگویی نمیکردم. بخشیش. ای بچه سخنهای ناجا نگو. آن مرد به تو ماشین گرفته است. به جایی که تشکر گویی مسخره کرده ایستاده ای. درست قید کردی. درست. جناب کمال من بسیار سفسطه گفتم. کمی افزایم بیجا بود. عذر میخواهم. عذر زیاد. ولی برای ماشین بسیار تشکری زیاد. لیکن نمیخواهم. لازم نیست. من نه به ماشینت و نه به کارت احتیاج ندارم و یگان چیزی دیگر هم نمیخواهم. قادر جیانم آیا تو احمق هستی؟ این برایت فایده است. کلید این ماشین را بگیر. یزنه مراسمی ختم کنی سرش را گران کرده است. یک لحظه بچیم آدم هدیه را رد نمی کند. ای بست اینقدر هدیه قیمت بها چی لازم بود؟ تو هم این طور گفته مرا غمگین نکن. برای شما چی کاری که کنم کم است. کاش که برای بسیارترش اجازت میدادی. چی کارها میکردم. کمال تو پیش از هدیه کردن باید کمی میاندیشیدی. آیا نمیدونی که طبی قادر با این هدیه خیره میشود؟ کلیدش را بگیر. ببین مادرت را نیز به یک حالت ناگوار گذاشتی. مالش تقو تنها به خاطر شما میگم. به خاطر شما. بله. ای بابا ماشین سوار شو. دوستم دکانم تا آمدنی ما شاگردانت نظارت میکنند. رفتیم. بر وقتتر بیایید. بگاه ضیافت آماده کردم. به یادم رسید. گفتن یک چیز رو فراموش کردم جنابی کمال. من در ادنا نمیستم. میخوام که در استانبول کار کنم. استانبول شهری کلان است. نخود برایم یک کار یافت نشود. و هم شاید با مرور زمان با دادر و خواهرم هم شناس میشوم. اوه چخیل زیبا ها؟ پسرم بس است اکنون. التماس من نمیخوام که مراسم ختم کنی رو با جنگ و جنجال به یاد آرم. خواهش میکنم. حق هستید مادر. راست میگویید. از تو بخشش زیاد جنابی کمال. تا این وقت به سرت یک باری زیادتی بودم. اما چی چاره؟ آخر کسی فکری مرا نمیپرسید. سوزن جان اینها چه خیل؟ معقول نشد. شما لباس خوش رنگ ندارید که از دیدن آن چشم کس لذت